بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همگی عزیزان. عالی و سلامت باشید. رسیدیم به دوره VIP پاس. شاید هیچ وقت فرصت نشه که تمام پاس ها رو آموزش ببینید، اما با این دوره علاوه بر این که تمام پاس ها رو شما آموزش میبینید، تحلیل های بازی یاد میگیرید که به شما یاد میده هر پاسی چه کاربردی داره و هوش بازی رو در یک بازی رسمی یاد میگیرید. نکات بازی یاد میگیرید که باعث میشه که پاس های شما هم کاراییش بیاد بالاتر، هم میزان ترنووراتون کمتر بشه و یه عالمه چیز دیگه. بریم جلو با هم ببینیم به چه صورته. خب قهرمانای عزیز من، ببینید با استفاده از رنگ ها ما اومدیم به شما توضیح دادیم که هر رنگی چه قسمتیه که بهتر بتونید متوجه شید. رنگ بنفش تحلیل بازی هستش. توی این قسمت های تحلیل بازی از بازی های المپیک 2024 نکات ارزشمند پاس توی اون بازی استخراج شده و اینجا قرار گرفته. هر درسی چه قسمت های رایگان چه قسمت های کامل که اشتراکش میشه حدوداً 3 تا نکته تحلیل بازی داره. بعد میایم سراغ نکات بازی. ببینید دونستن یک پاس باید همراه باشه با دونستن نکات بازیش تا بتونیم تو بازی اون پاس رو انجام بدیم. تمام نکاتهای بازی که در واقع کاربردیه و به شما این امکان رو میده که خوب یاد بگیرید داخل این قسمت نکات بازی هست. مرحله بعدی قسمت تمریناته. توی تمرینات ما یک بانک تمرینی داریم از پاس ها، حالا چه پاس های 2 نفره، 1 نفر با یه دیوار، چه پاس های گروهی که تو قسمت های آخر قسمت 7 تا 12 یعنی جلسه 7 تا 12 بیشتر تمرینات پاس میره رو بحث تمرینات گروهی. آموزش کامل انواع پاس ها رو داریم، به علاوه اینکه آخرش طرح درس داریم، یعنی اون چیزایی که یاد گرفتیم توی یک جلسه رو آخرش میتونیم با همدیگه ببینیم. خب تمرینات پاس ما با استفاده از نرم افزار پلی بوک تماماً به صورت انیمیشن شده. یعنی قبل از اینکه ما وارد زمین سالن بشیم انیمیشنش رو نگاه میکنیم. این قسمت برای بازیکنان و مربیانی که میخوان الگوی تمرینی داشته باشن خیلی خوبه و بعد داخل سالن میشیم و با ریزه‌کاریاش اجرا میکنیم. توی این قسمت میخوام تشکر کنم از آقای امیرعلی نایب‌پور که وقت گذاشتن با حوصله تمام این تمرینات رو به صورت انیمیشن در آوردن، چون کار واقعا زمان بریه. ممنونیم ازشون. و تو قسمت بعدی پاریس 2024 تمام بازی‌هایی که تیم ملی آمریکا از مرحله گروهی تا مرحله فینال داشته آنالیز شده، پاس‌های مهمش در اومده و نکاتش در اومده داخل دوره VIP پاس جا گرفته. تشکر میکنم از آقای امیرمهدی نایب‌پور که وقت گذاشتن تمام این مواردی که من میخواستم و دونه دونه از این بازی‌ها استخراج کردن. محتوای دوره پاس. توی این دوره ما پاس‌های تک دست رو داریم، پاس‌های 2 دست رو داریم، پاسکاری پیرامونی داریم، پاس بعد از نفوذ، پاس به بازیکن پشت به حلقه و پاس در ضد حمله و تمرینات پاس. مفاهیم پاس. دوستان اکثرا فکر میکنن که پاس اینه که توپو 2 دست بگیری 60 تا اینجوری باشه و تمام. نه، پس
اون چیزی که ما نیاز داریم و خیلی مهمه چیه؟ کاربرد پاس. کاربرد پاس میدونی یعنی چی؟ یعنی اون پاس، بذارید براتون بنویسم، کی، کجا و چگونه کاربرد داره. شما باید اینها رو متوجه بشید. علاوه بر این که شما باید بدونید که به این میگن هوش بازی. یعنی اگه شما بدونید که یک اسکیلز بسکتبال مثل پاس کی، کجا و چگونه کاربرد داره، در واقع شما هوش بازیتون افزایش پیدا کرده. این هم در نظر داشته باشید. حالا چه برای دریبلینگ و بال هندلینگ، چه برای شوت، همه اینا بسیار مهمه و اهمیت داره که شما بدونید هر کدوم از این مهارت هایی که یاد میگیرید کجا به کار میاد در واقع. خب بریم با هم دیگه جلوتر. طول دوره پاس 12 جلسه است. گروه پرسش و پاسخ داریم. سوالات خودتون رو میتونید توی این گروه پرسش و پاسخ مطرح کنید و جوابش رو دریافت میکنید همونجا. علاوه بر این که تو گروه پرسش و پاسخ جزوه دوره VIP پاس فرقی نداره، شوت، دریبلینگ، بال هندلینگ هم به همین صورته. درس به درس قرار داده شده برای بچه هایی که تمایل دارن و میخوان که این جزوه ها رو داشته باشن و توش یادداشت برداری کنن. شما دسترسی همیشگی داری به ویدیوهای دوره. افرادی که از چندین سال قبل دوره دریبلینگ بال هندلینگ رو گرفتن، دریبلینگ و بال هندلینگ رو تهیه کردن، الان هم دسترسی دارن به این محتوا. توی گروه پرسش و پاسخ جایزه داریم، یعنی برای افرادی که پله پله با خودآموزا میان بالا طرح‌های تشویقی مالی داریم که تخفیف‌های بیشتری میگیرن و میتونن از این تخفیف‌ها استفاده کنن و یه سری هدایا هم داریم. میریم سراغ روش یادگیری با دوره. خب این مورد خیلی مهمه که شما با دوره چجوری بخواید یاد بگیرید. اول از همه ویدیو مربوطه رو نگاه کنید. بعد که ویدیو رو نگاه کردید سعی کنید که یادداشت برداری کنید همراه با نگاه کردنتون. یادداشت هاتون رو تو گوگل یا یوتیوب سرچ کنید و دوباره فیلم های بیشتری ببینید. بعد با یادداشت هاتون برید به زمین بسکتبال و طبق یادداشتتون تمرین کنید. الکی نرید تو زمین، دست خالی فایده نداره. با همون یادداشت ها شب قبل خواب تصویر سازی کنید و این میشه یک پکیج کامل از نحوه یادگیری با دوره. سطح اهمیت. خب ببینید دوستان، هر کسی که با خودآموزها شروع میکنه به یادگیری، یا بهتر اینجوری بگم هر کسی که شروع میکنه به بسکتبال یاد گرفتن، در 5 سطح 0 تا 20 با دقت ویدیوها رو هم نگاه نمیکنه. مثلا داره تخمه میشکونه، ویدیوها رو نگاه میکنه. 20 تا 50 با دقت دوره رو مشاهده میکنه ولی هیچ کار دیگه ای نمیکنه. 50 تا 80 علاوه بر نگاه کردن یادداشت برداری میکنه و با دفترچه نکات بسکتبالش میره سر تمرین. یعنی طبق اون دفترچه تو زمین تمرین میکنه. 80 تا 90 علاوه بر حالت قبل تمرینات ذهنی و تصویرسازی هم انجام میده. 90 تا 100 همیشه و در همه حالت اینا پیوستگی دارن. 4 ساعت قبلی ممکنه که یه جا تمریناتشون رو قطع کنن، یعنی خب بگن حالا بی خیالش، ولی این ساعت آخر
کارهای آرام، کوچک و پیوسته و درست طی چندین سال، مثلا 7-8 سال انجام میدن. این دسته پنجم جزء همون کسایی میشن که دو ورزش میمونن و قهرمان میشن. خب برای یک بسکتبالیست داشتن دو دست فعال جزء اولویت‌های مهم و ضروریه. یه سری از کارها هست که ما تو روزمره میتونیم انجام بدیم، مثل مسواک زدن با دست ضعیفتر، غذا خوردن با دست ضعیفتر و یا نوشتن با دست ضعیفتر و انجام تمرینات بسکتبال با دست ضعیفتر. یعنی اگه شما یه وان هند پس بونس با دست راست خوب میدی، با دست چپت هم اونو انقدر تمرین کن تا بتونی به همون کیفیت دست راستت اون پاس رو بدی. خب دوستان عزیز، ترتیب تمرینات خیلی اهمیت داره. میپرسید چرا؟ ببینید، به خاطر اینکه خیلیا تمریناتشون رو فقط تو همین یک ساعت معطوف میکنن و دیگه نتیجه خاصی نمیگیرن. without defense، بدون دفاع. خب اکثرا 80% بدون دفاع تمرین میکنن و تو همین ساعت میمونن. ولی بعد از اینکه این ساعت رو تموم کردی باید بیای سراغ مورد 2، یعنی با شادو دیفنس، دفاع سایه‌ای، دفاعی که توپتو نمیزنه، فقط سایه‌ای جلوته مثل یه عروسک. مورد 3 با دفاع 50%، 50% دیفنس. و مورد 4 با دفاع 100%، یه دفاعی که دیگه آماده است توپت رو بزنه. حالا اگه مربی هستی یا بازیکن، یادت باشه که به این ترتیب میتونی مهارت‌های خودت رو افزایش بدی و به بازی نزدیکترش کنی. خب قبل از اینکه بریم سراغ جلسه 1 دوره VIP پاس، یک مورد رو من میخوام به شما عرض کنم. چرا باید نسخه اصلی رو تهیه کنیم؟ به چند دلیل. یکیش این که ارزش قائل شدن برای زحمات چندین ساله ما هست و اینکه انگیزه بگیریم برای تولید دوره‌های بعدی. مورد بعدی، استفاده از سیستم تخفیف پلکانی و دسترسی به جزوه‌های درس به درس این دوره‌ها. ضمن اینکه اگه شما دانشجوی دوره‌های خودآموز ما باشید، یک سری امکانات ویژه دارید. اینکه گروه پرسش و پاسخ دارید و ما شما رو ساپورت میکنیم و نکات بازی و نکات و جزوه ها به صورت اختصاصی براتون قرار میگیره و یک روند رو به صورت عالی میتونید با ما طی کنید. خب سایت ما که اینجا میخوام بهتون معرفی کنم، البته برای خیلی ها معرفی شده هستش. سایت basketballshp.com. از طریق این سایت شما میتونید که دوره های دریبلینگ و بال هندلینگ و شوت رو تهیه کنید و علاوه پاس. ضمن اینکه یک عالم مقاله خوب در این سایت وجود داره. در پایان هم تشکر میکنم از تمام عزیزانی که کمک کردن ما این دوره خوب رو کنار همدیگه بسازیم. سرمربی عزیزمون آقای محمد ونا، آقای امیرعلی نایب‌پور، آقای امیر مهدی نایب‌پور، آقای ایلیاد و تیم نوجوانان SHP، کارهایی که خودم کردم و خانم شهبازی انجام دادن در جهت برقرار بودن و رشد و توسعه بسکتبال. امیدوارم که همگی عالی و سلامت باشید. بار و بندیلا رو ببندید که بریم برای جلسه 1 شروع کنیم.
خیلی مخلصیم، در پناه حق.